سوره در آیت 23 سوره توبه 13مین حکم بیان میشه که حکم ولایت و دوستی و دفاع از کافرها هست. الله متعال در اینجا در ما و شما بیان میکنه که یکی از لوازم توحید چی بوده؟ از لوازم توحید دوستی با دوستای الله و دشمنی با دشمنای الله. چون اصلا دوستی انسان مؤمن با الله هست. الله ولی الذین آمنوا. الله دوست مؤمنه هست. بس دوست حقیقی مؤمنه الله هست. و وقتی که الله دوست حقیقی ما هست، هر کسی که دوست الله هست، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین، اینا دوستای الله هستن. اینا که دوستای الله هستن، با دوستای الله هم دوستی کردن، این از لوازم توحید است. این را موالات میگن، یعنی دوستی کردن با دوستای الله. و هر کسی که دشمن الله هست، او را انسان مؤمن باید دشمن خود فکر بکنه و این را معادات میگن. این از لوازم توحید است. وقتی که انسان موحد بود، بالایش لازم است که چی بکنه؟ بالایش لازم است که موالات و معادات داشته باشه. دوستی با دوستای الله داشته باشه و دشمنی با دشمنای الله داشته باشه. خب حالا اگر برعکس یک کسی با دشمنای الله دوستی میکنه، این بسیار خطرناک است. یک کسی با دشمن الله دوستی میکنه و خطرناکتر از این است که از او دوستی که میکنه، باز از او دفاع میکنه. از دشمنای الله دفاع میکنه. این رو باز تولا میگه. در قرآن یک جای اولیاء گفت لا یتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء. مؤمنا کافرها را دوست خود نگیره. در جای دیگه باز و من یتولوهم، باز اینجا تولا به معنای دفاع هست. این الله نهی کرده که کافر دوستتان نگیرید. و اگر کسی باز از این کافر دفاع میکنه، یا با زبان خود دفاع میکنه، یا با دست خود و با صلاح خود دفاع میکنه، در صف گروپش کافر یک جای به ضد مسلمان ها می جنگه، یا کسی مثلا با مال خود از کافر دفاع میکنه، یا کسی با فکر خود، فکرهن با قلم و با اندیشه و با این چی حکم داره؟ این بسیار خطرناک است. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، الله متعال میگه لا تتخذوا آباءکم، شما نگیرین پدرانتان را، یعنی پدرت کافر است، و اخوانکم، و برادرایتان، برادر یک کسی کافر می باشد، اولیاء، یارا میگه دوستتان نگیرین، ان استحب الکفر علی الایمان، وقتی که اینا کفر بهتر میدانستن به ایمان، ولو که پدرت باشه، ولو که برادرت باشه. این بسیار ایمان قوی کار داره. چون شبهی که دشمنای اسلام ایجاد میکردن که آله مثلا امروز هم از بسیاری وقتا میگه مثلا وقتی که خارجی نبود، ما کت اقارب خود و تندارای خود چطور جنگ بکنیم؟ حال رسول الله صلی الله علیه و سلم کت کدام امریکایی و اروپایی در مکه و در مدینه جنگ میکرد؟ خب کلش از اقاربشان بودن. وقتی که باز به موته رفتن، باز به غزواتی که بیرون به طرف روم رفتن، اونجا کافر الله که فعلا خب جهاد از اینا در مقابل کی بود؟ در مقابل امی از خودگی های کافر هسته. این شبه ایجاد میشن. انسان مؤمن باید بدانه که این آیت قرآن حکم الله هست که الله میگه که اگر پدرایتان و برادرایتان اینا را دوستتان نگیرین، وقتی که اینا استحب الکفر علی الایمان، کسی که کفر بر ایمان برتریت میده. گرفتن فکر و گرفتن عقیده از قرآن این بسیار مهم است. بسیاری کسا وقتی که کتاب‌های فقهی را میخوانند، اکتفا میکنن، میگه خلاص این کتاب‌های فقهی را که خواندیم در او فقط عبادات است، این دیگه عبادت ها را ما انجام دادیم، بسیار خوب مسلمان هستیم.
اما وقتی از قرآن عقیده خود انسان میگیره و فکر خود میگیره در قرآن و سنت، باز در اینجا آیات دیگه قرآن است، احکام الله هست که بخش اعتقادی بسیار مهم است. تمام روز عبادت بکنی، نماز بخوانی، وقتی که یک کسی از شوکات ایمان خارج شد، بازه چوش به دردش نمیخوره. الله متعال میگه که نگیرین پدرایتان و برادرایتان و دوستتان اگر استحب الکفر علی الایمان، اگر شما تو احساس کردین و دیدین که این کفر بر ایمان ترجیح میده. بعضی کسا هستن امریکایی را، روس، انگلیس از مسلمان ترجیح میدن، مسلمان بدگویی میکنه، مسلمان دشنام میده، مسلمان زشت الفاظ برش استعمال میکنه و از کفار سرسختانه دفاع میکنه. این حال اگر شما امت کسی یافتین که او کافر نسبت به مسلمان بیشتر دوست داشت و کفر نسبت به ایمان ترجیح میداد، این دوستتان نگیرین، سیکو ولیتان دوست. و من یتولهم منکم، آره این حکم دیگه میگه که اگر کسی باز از این کافرات دفاع میکنه، یا با زبان خود یا با قلم خود یا با دست خود یا با فکر خود یا با مال خود یا با صلاح خود و مهمات خود، بسیاری کساست در پالوی کافر یک جای ترجمان کافر است، در اردوی هست که کافر ماش میتش و در پالوی کافر در یک سنگر پالو به پالو کافر قمنده میته و ای تحت قمنده کافر حرکت میکنه. این حکمش چی است؟ و کسی که این کار میکنه فاولئک هم الظالمون، اینا ظلم هستن و ظلم هم ظلمه که اینا را از دایره دین میکشن. در آیتی دیگه قرآن میگه که و من یتولهم منکم فانه منهم، کسی که از کافر دفاع میکنه در سنگر با کافر هست، یا با فکر خود یا با قلم خود یا با زبان خود یا با صلاح خود از کافر دفاع میکنه، به نفع کافر تمام میشه و منفعت کافر کار میکنه، اینال ای چی هستن؟ و او کافر خطرناک، کافر حربی هست. اینالی از جمله از اونا محاسبه میشن. 14مین نقطه، حکم محبت های خطرناک. بعضی اوقات است که چیزهای هست که مانع جهاد میشه. این چیزهای خطرناک که مانع جهاد میشن، این انسان بسیار شکست خطرناک میده. الله متعال میگه قل بگو برای از جنای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ان کان آباؤکم، اگر پدرای شما و ابناؤکم و پسرای شما و اخوانکم و برادرای شما و ازواجکم و همسرای شما و عشیرتکم، خیش قوم شما و اموالکم و مالهایی که اقترفتموها او را پیدا کردین و تجارتا، یا تجارتی که تخشون کسادها، که از دادن از این تجارت ها را یا از بین رفتن از این بینونق شدن از این را می ترسید، و مساکن، یا خانه ها و ساختمان ها و بلاک ها و قصر هایی که جور کردین که از این خانه هایتان راضی هستین که بسیار لکس است. اگر این 8 چیز احب الیکم من الله و رسوله، اگر یا محبوب تر باشند برای شما نسبت به الله و رسولش و جهاد فی سبیل و جهاد در راه الله، فتربصوا، پس انتظار بکشین حتی تا وقتی که یأتی الله به امره، الله امرش بیاره و شما را هلاک بکنه. امر الله در چی هست اینجا؟ در هلاکت انسان است. وقتی که شما با اینا محبت دارین، اولادت، پدرت، اولادت، خانوادهت، ازواجت، ما شما در کلمه طیبه علما میگن 4 چیز باید نفی بکنیم. چی رو نفی بکنیم؟ یکی باید نفی بکنیم معبودان باطله، انداد، تواغیت، ارباب. ایناله در انداد علما میگن که یکی از جمله انداد او دوستا و او مالها و او چیزهایی هست که محبتش مانع محبت الله و رسولش و جهاد فی سبیل الله و تطبیق احکام الله میشه. این هم در انداد داخل میشن. چرا؟ او
بعضی کسا هستن که پدر خدا و فرزند خدا و برادر خدا و همسر خدا و اقارب خدا و مال خدا و تجارت خدا و خانه های خدا شریک الله می سازن. ببینید شرک در چی میشه؟ شریک الله می سازن در محبت الله و در تطبیق حکم الله. حکم باید از کی تطبیق شه؟ از الله. محبت اصلی باید با کی باشه؟ با الله. این حال هر محبتی که در جای محبت الله قرار میگیره و مانع حکم الله میشه، این در جمله انداد داخل میشه. پس وقتی که میگی لا اله، باید تمام محبت های غیر الله را تابع محبت الله بسازی. اگر محبت از اونا فرع محبت الله بود، با اون محبت میگیری. اگر نه که محبت از اونا معادل و مساوی یا بلندتر از محبت الله شد، این باز بسیار خطرناک است. و این آیت شریف این مسئله را بیان میکنه که اگر شما این چیزها را، این 8 چیز با الله ند قرار میدید، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، محبوب تر، یعنی اقارب دوستا یا باید زیر محبت الله باشه. محبت الله اصل است. محبت های دوست و از خودگی و اولاد و خانواده و فامیل، اینا زیر از این محبت است. نباید محبت از اینا رو با محبت الله برسونی. اگر این با محبت الله یک جای میکنی یا بلندتر از محبت الله میکنی، احب الیکم من الله و رسوله، و از این که محبوب تر میشه، محبت از اونا زیاد میشه نسبت به محبت الله و رسولش و جهاد فی سبیلش. فتربصوا، پس منتظر باشین، حتی یأتی الله بامره، تا ای که امر الله به هلاکت شما به شما را هلاک بسازه. والله لا یهدی القوم الفاسقین، الله کسایی را که از فاسق هستن، یعنی از چوکات امر الله خارج میشن، الله متعال اینا را دوست نداره. 15 نقطه ای است که هیچ وقت مسلمان ها نباید با کثرت تعداد خود مغرور شود، که اگر تعداد ما زیاد باشه و صلاح ما زیاد باشه و محبت ما مهمات ما زیاد باشه ما پیروز هستیم. نه، بسیاری وقتا یک کس صلاحش هم زیاد میشه، مهماتش هم زیاد میشه، نفرایش هم زیاد میشه و جنگاورایش هم زیاد میشه، لکن تحت تسلط شیطان میره و امی لشکر ازی در نفع طاغوت قرار میگیره، بر نفع دشمنای اسلام قرار میگیره. یا ای که مثلا مغرور میشه، امی غرورش سبب شکستی از اینا میشه. دو حالت داره. یا ای که کثرت لشکر انسان مغرور میسازه که ما کامیاب میشیم و نصرت الهی رو فراموش میکنه و به این مغرور میشه، اینجا بر از اینا شکست رخ میده. و بعضی اوقات شده که لشکر بسیار زیاد شده، سلاح زیاد شده، مهمات زیاد شده، لکن فکر و عقیده خراب شده. این زیاد در تاریخ انسان ها زیاد رخ داده. بسیاری کسا هستن وقتی مغرور شدن یک مرتبه شکست خوردن، یک مرتبه هلاک شدن. الله متعال میگه لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، الله متعال شما را در جاهای زیاد نصرت کرد، یعنی در هر لحظه نصرت الهی بود برای شما. و یوم حنین، و در غزوه حنین چه قسم بود؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، شما را اعجاب چرا میگه که انسان بسیار مغرور میشه از کثرت. فلم تغنی عنکم شیئا، باز امی کثرت شما با منفعت شما نبود. مسلمان ها در غزوه حنین در اول شکست خوردن و ضاقت علیهم الارض بما رحبت، و زمین سر شما تنگ شد بعد از اینکه بسیار زمین وسیع هست. ثم ولیتم مدبرین، بعد از شما چی کردین؟ در اونجا مسلمانان تقریبا میگن 12,000 نفر بودن. وقتی که دیدن که 12,000 هستن، بالاخره مسلمان ها به در اندازه رسیدن که پا به فرار حالن. چرا؟ اعجاب پیدا شد. ثم بعد از این مسلمان ها متوجه شدن، انزل الله السکینه، بعد از الله سکونش بالایتان را نازل کرد، سکین و سکونتش علی رسولی بل رسولش و علی المؤمنین، و انزل جنودا لم تروها،
باز الله متعال لشکر خود روان کرد که شما او را نمیدیدید. ببینید در هر غزوه با امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم لشکرهای غیبی الله در مقابل دشمنای توحید قرار میگیرند و انزل جنودا لم تروها. خوب سر از این فکر بکنین. وقتی آیت قرآن انسان میخونه 12,000 لشکر منفعت نرساد، مسلمان ها شکست خوردن و فرار کردن. آل الله متعال به مؤمنین و به رسول الله صلی الله علیه و سلم و مؤمنینی که امرای ازی هست آرامش نازل میکنه و ولشان لشکری را روان میکنه که لم تروها، شما و لشکر نمیدین. و عذب الذین کفروا و باز تعذیب کرد، عذاب داد کافرها را و ذلک جزاء الکافرین، این جزای کافرها هست. ثم یتوب الله، باز الله قبول میکنه توبه من بعد از من بعد ذلك بعد از این حادثه علی من یشاء، هر کسی را که بخواه. والله غفور رحیم، و الله بسیار مغفرت کننده و مهربان هست. 17مین نقطه چی است؟ حکم دخول مشرکان به شکل قطعی به حرم شریف. حکم قطعی میگه که دیگه مشرک داخل حرم شریف شده نمیتونه. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، انما المشرکون نجس، مشرکا نجاست هستن، نجس هستن. فلا یقرب المسجد الحرام، همین شرکشان نجاست است. مشرک داخل مسجد الحرام نشه بعد عامهم هذا، بعد از عیسی. حکم قاطعی الله آمد دیگه که مشرک ده اینجا داخل شده نمیتونه. و این خفتم عیلتا، اگر شما از مشکلات اقتصادی و فقر اقتصادی میترسیدین، چرا اکثرا کافرها که هستن وقتی در یک منطقه میرن، مثل که در سیاحت بسیاری از کشورها، باز اونا از طریق سیاحت و کشورها عایدات زیاد میداشته باشن، برشان پول زیاد میاد و اگر مانع از این میشن، باز چی میشه؟ باز اینجا اینا میگن ما برای ما مشکل اقتصادی پیدا میشه. الله متعال میگه که این مشرکینی که به حج میامدن، خود طبعا همراه خود مال میاره و مصرف میاره و جای میگیرن و غذا میخورن. اگر شما از این مشکل از این ناحیه میترسیدین، فسوف یغنیکم الله من فضله، الله از فضل خود از طریق دیگی اقتصاد شما را خوب میکنه. و ان شاء، اگر الله بخواه، ان الله علیم حکیم، الله هم علیم هست به حالات شما خبر است و هم با حکمت است حکمش. پس الله اجازه نمیده که شما به خاطر ازی که اقتصادتان خوب بکنین مشرکا و کافرها را به داخل مکه اجازه بدید. نه خیر، اجازه ندین. اینا را بعد از این نمانین منع هست. امروز بسیاری از کشورها هست که رهبر ازی به یک طاغوت مبدل میشه. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که اقتصادی فکر میکنه. در کشور ازی مثلا سیاحت است. این کشورها که هست، شما همین کشورهایی که سیاحت بسیار قوی دارن در اینترنت، شما وقتی که میبینین بعضی کشورها هستن که سالانه بسیار عایدات از طریق سیاحت دارن. و این رهبر از این کشور که هست ببینید بسیار ادعای بزرگ اسلامی میکنه، لکن این با اینمی سیاحت به یک طاغوت کافر مرتد مبدل شده هست. چرا؟ به خاطر از اینکه این شریعت الله را تطبیق نمیکنه. چرا در این سیاحت که هست شریعت تطبیق نمیشه؟ سیاحت چی میگه؟ سیاحت عبارت از چی هست؟ عبارت از هتل است، عبارت از جاهای تفریحی است، عبارت از زنا هست، عبارت از شراب است، عبارت از تمام اجازه دادن به تمام گناه ها هست. وقتی که این گناه ها را برای کافرها، شراب و زنا و گناه های خطرناکی که ندارن، شرکیات و کفریات و بیدینی هایی که ندارن، اگری برشان اجازه ندی، اینا باز به این مملکت به سیاحت نمین به خاطر تنها دیدن یک آثار تاریخی. و آثار تاریخی و اماکن تاریخی که در اونجا فحشا باشه، منکر باشه و زنا باشه، در اونجا باز میاین.
از این خاطر ببینید یک نفر که خدا بسیار مسلمان درجه یک میگیرن، در زیر حاکمیت ازی هر 24 ساعت ده ها هزار دختر مسلمان و زن مسلمان به زنا مبتلا میشه و این امضایش کرده که این سیاحت، ببین شریعت تغییر داده و قانون ساخته که از سیاحت باشه، ضد شریعتی قانون نساخت، طاغوت شد ضد شریعت. الله میگه که شراب و زنا یا حرام هست ناروا هست فاجتنبوه، این برش اباحت میده. ما و شما در آیات قبلی خواندیم که اگر کسی مثلا شریعت الله را رد میکنه کافر میشه، اگر شریعت مساوی با قوانین انسانی میدانه هم کافر میشه، اگر بلند میدانه شریعت الله که اجازه میده، میگه جایز است، مباح است، جایز است که ما از این چیزها هم استفاده بکنیم، یعنی چیزهایی که الله حلال کرده این برش چی میده؟ جواز میده. این هم کفر است. علما گفتن، ما شما در سای قبلی خواندیم. پس بسیاری کسا به این حساب در کفر داخل میشه که الله گفته زنا حرام است، از این اجتناب بکنین، ولا تقربوا الزنا. حتی به زنا، وسایل زنا نزدیک نشین. وسایل زنا چی است؟ مثلا نامحرم با محرم دست دادن، خنده کردن، قصه کردن، گپ زدن، دیدن، مذاق کردن، این چیزا. این حال ای چی میگه؟ ای بیخی زنا را قانونی میسازن. یعنی الله چیزی که الله حرام کرده امضا کرده و میگه که ای باشه در این مملکت. شراب حرام است، این بعدش اجازه هست مردم میخورن. همین قسم ساز، موسیقی، رقص، اختلاط بین زنا، حتی در سناهایشان و در اینجایشان زنا و مردان مختلط، چیزهایی هست که سبحان الله و باز میبینی که امو طاغوت کلانه که با اینمی قانون خود از دایره ایمان خارج شده، ای باز خود رهبر و بزرگ مسلمان ها و بسیار مسلمان قوی جلوه میتن و از مسلمان ها میگه که من بسیار مدافع سرسخت اسلام هست. بسیار خطرناک است. کسایی که عقیده را نمیفهمن باز به ظاهر دیگه میگن والا چطور است. یک وقتی یک جوان همین قسم سر من انتقاد کرد، آمد گفت استاد مثلا شما فلانی شخصه، یکی از سیاستمدارای، یکی از رهبرای فلانی بسیار آدم خوب است، شما برای بد گفتین و برای طاغوت گفتین و برای کافر گفتین. گفتم من نمیگم، اون نظر به آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم از دایره ایمان خارج میشه. ما خود دشمنی شخصی که کس نداریم. ما چی میشناسم کسی را؟ قاعده کلی وقتی که میبینیم بالفعل، چشم داریم، عقل داریم، میبینیم و میبینید آیات قرآنی نفر از دایره ایمان خارج میشه. خب مثلا من خودت یک جای هستم، خودت یک تعمیر است، در این تعمیر مثلا یک 20 زنای بدکاره هستن. همین تعمیر خودت میخری، یک کسی برای خودت همین تعمیر میته، میگه همین تعمیر بگی، همین تعمیر از تو باشه، فقط تو چیکو همین کار غرض نگی، یا همین زناوی گپا در چیز باشه، 3-4 اتاق هم باشه، از تو همین تعمیر آمرش هم تو هستی شد. تو میکنی گفتم مثلا شبانه همین تعمیری که تو زندگی میکنی 20 زنا شود، باز میگی برو خرج از کمش میکنم، به این دفعه باز 19 تاش میسازم، 18 تا میسازم. چطور این شریعت بر تو اجازه میگه؟ نه اجازه نمیده، این زنا هستی، دیاست هست، به یک دیوس مبدل میشه. آفرین، خلاص. و اگر تو بگی که نه اینجا الله میگه زنا حرام است و تو بگی که نه پروا نداره، این چطور میشه؟ گفتی خب باز کافر میشه. آفرین. خودت اگر 20 نفر در یک تعمیر کوچک با زنای 20 نفر مشروعیت دادی، کافر میشی. و یک کسی مثلا 10,000 20,000 در مملکتش زنا میشه تحت رهبریتش و تحت حکمش، برای کل از جواز داده، او چطور است؟ والا واقعا میگه خطرناک است. بعضی اوقات درست بعضی کسا تو محبت کورکورانه‌ای که می داشته باشن و یا بعضی کسا خبیث هستن از علمای درباری و تواقیتی که خودشون طاغوت هستن، جوانا را فریب میدن. لکن اگر این جوان فکر بکنه، من برای جوان گفتم مثلا اگر یک نفر 2 رکعت نماز فرض تغییر بده و بگه که همین 2 رکعت 4 رکعت میخونیم، نمیگه که حرام است یا حلال است یا جایز است یا ناجایز، بازی من نماز فرض صبح 4 رکعت میخونم، حکمش چی است؟ فی حکم الله را تغییر داده، کافر شده. خب الله میگه که چی وقت نماز تغییر دادی؟ خب چی فرق از بین ازی و یک کسی که مثلا حکم شراب تغییر میده؟ خب کلش احکام الله هست.
حلال حرام میسازه، حرام حلال میسازه. تغییر دادن نمی هست. این حال بسیاری کسا وقتی که خود همون کسی که عالم هست، خود عالم دین میگیره خودش یک طاغوت است. احیانا بسیاری علما به این گپا متوجه نمی باشند. مدرسه میخوانند، درس میخوانند، در بسیاری قضایایی که فقه واقع هست درست با خبر نیستن. از یک ظاهری یک نفر که اگه ادعا میکنن، به ادعا نمیشه دیگه. منافقین کلشان کلمه میخواندند در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم. کمونستا بسیار کلمه میخواندند، کمونستا بسیار مسجدها را جور میکردند، لکن دشمن الله و دشمن رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. این بازی نمیشه که انسان خدا به این مسائل فریب بده. دیگه الله متعال گفت که یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء الله ان الله علیم حکیم. سوره توبه آیت 28.